الا مادر به قربون جمالت، به قربون دو ابروی هلالت، شنیدم کام عطشان جان سپردی، گل ام البنین شیرم حلالت. به قول اون شاعر امام حسین میفرمود عمریم سید و سرور خواندی، چه شد این بار برادر خواندی. فاطمه مادرت آمد ببرم، داداش حسین فاطمه مادرت آمد ببرم، ناله ای کرد و صدا زد پسرم. بود امیدم مرا یاری کنی، سالها بهرم علمداری کنی. ای دریغا شد امیدم ناامید، بی برادر گشتم و قدم خمید. چو میوه داد فراوان درخت، خدا رحمت کنه شاعرش، بشکند از بر. ثمر چو داد نهالم، چه غم اگر که شکستم. دو دست من ثمرم بود، پیش پای تو افتاد. خجل ز هدیه ناقابلم به پیش تو است. کجا بردی دل ما رو محمد؟ مرحبا به نفست. ماشاءالله ماشاءالله محمد. پشت سرت تصویر حرم مطهر آقا ابا عبدالله الحسین، ایوون طلاست. پشت سرت ایوون طلای سید الشهداست. ای جانم صلی الله علیک یا رب. السلام علیکم. اگر حسین بپذیرد مرا به نوکریش، خدا به هیچ عذابی مبتلا نکند. کجا روم؟ این وصف حال همه ماست و محمد. کجا روم؟ به که روی آورم که در دو جهان به جز حسین کسی درد من دوا نکند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. محمد جان، همونجا دیگه دم افطاریم، مناجات و هر چی که به حالت میخوره خودت عرض ادب کن محضر ائمه معصومین و ابا عبدالله الحسین. صلی الله علیک یا مولانا یا صاحب الزمان. همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو می گردم که تویی درمان همه دردم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح
ممنونم آقای محمد آقای بهرامی عزیز. انشالله که زیر سایه امام حسین باشین. سلامتیش یه صلوات بفرستین. تشویق بکنید محمد رو. خیلی ممنونم از شما، متشکرم.